بعد از حذف تیم پرتغال خیلی‌ها در مورد علتش یه حرف مشترک می‌زدن، اینکه رونالدو اونقدری که باید توپ بهش نرسید. میگفتن طبیعیه دیگه، وقتی مهاجمت رو تغذیه نکنی حتی اگه رونالدو باشه نمیتونه معجزه کنه. آخر بازی هم تصویری که از همه بیشتر دیده شد تنهایی رونالدو بود که داشت اشک می‌ریخت. من ولی به چیزی فکر کردم، همین رونالدو توی رئال مادرید سالها آقای گل شد، رکورد شکست و جام برد، نه فقط چون از بقیه بهتر بود، چون همتیمی هایی داشت که مدام واسش موقعیت می ساختن، توپ رو بهش می رسوندن و باعث می شدن کاری رو انجام بده که توش بهترینه. و فکر می کنم توی زندگی هم خیلی وقتا قضیه همینه. شاید مهمتر از این که چه توانایی هایی داری اینه که کنار چه آدمایی ایستادی، آدمایی که واسط موقعیت میسازن یا فرصتاتو میسوزونن، وقت زمین خوردنت کنارت میمونن یا آروم کنار میکشن. من به این رسیدم بعضی از مسیرها با تلاش یه نفره طی نمیشن و خب حقیقت اینه که خیلی از ماها هیچکی رو کنار خودمون نداشتیم و مجبور بودیم همه مسیر رو تنها بریم، تنهایی موقعیت خلق کنیم، تنهایی گل بزنیم، تنهایی بجنگیم و وقتی هم نمی شده مجبور بودیم تنهایی اشک بریزیم. پس بیان یه کاری کنیم، بیشتر از همیشه برای آن چیزی که تنهایی به دست آوردیم به خودمون افتخار کنیم، چون قطعا مثل رونالدو لیاقتشو داریم. آره